با درودهای ایران دوستانه خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه پالیتیکس. من بهمن جلدی، مدیر مؤسس مرکز مطالعات ایران در کانادا. امروز یکشنبه 16 جون 2024 ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا 809مین برنامه پالیتیکس رو خدمتتون تقدیم میکنم. بازپخش برنامه را از طریق کانال یوتیوب شبکه کانال یک شما عزیزان میتوانید پیگیری بفرمایید. این برنامه بر روی آرشیو کانال یوتیوب مرکز مطالعات هم قرار خواهد گرفت و شما عزیزان میتوانید با پیگیری شماره سریال برنامه ها این برنامه ها رو پیگیری بفرمایید. 3 روز در هفته به دلیل شرایط خاصی که الان در ایران وجود داره ما برنامه های لایو به درخواست شما بینندگان عزیز گذاشتیم. روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا، حدود 10 شب به وقت تهران. امیدوارم که اون برنامه ها رو هم پیگیری بکنید. خواهش میکنم تشریف ببرید بر روی سایت مرکز مطالعات ایران در کانادا سابسکرایب بکنید و برنامه ها رو هم با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. اما امروز در مورد سعی میخوام بکنم 3 موضوع مهم صحبت بکنیم. 2 موضوع بسیار مهم، یکی گذر از برنامه انتصابات جمهوری اسلامیه که به شدت هم رژیم رو به هم ریخته. یعنی این فعالیتی که اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی آغاز کرده واقعا روح و روان رژیم رو به هم ریخته. کار رو به اونجا رسونده که اینها از خط قرمز خودشون هم عبور کردن. یه سری آدمایی رو میارن که دقیقاً همین مسئله بی‌اعتنایی به بازی انتصابات جمهوری اسلامی رو بیارن تو چارچوب صحبت‌های خداشون که در نتیجه خودشون بشن اپوزیسیون خودشون. بازی قدیمی جمهوری اسلامی چندین منفعت هم میبرن. یکی این که خودش نقش اپوزیسیون خودش رو بازی میکنه، یعنی خودش میاد اپوزیسیون قلابی درست میکنه و اون 95% همه حرفای ما رو کپی میکنه، به شما میگه که بعد بتونه اون 5% اصلی رو تو اون وسط وقتی زمان خاصش که میرسه اونی رو بگه که به نفع رژیمه. شما میشینی اینو نگاه میکنی میبینی که همه حرفایی رو میزنی که شما دوست داری، ولی خب سیاوشان ایران بسیار باهوشتر از این حرفان اینها رو به خوبی شناختن. این دستای جمهوری اسلامی رو هم به خوبی شناختن. فریب این گونه بازی‌های قدیمی رو دیگه نمیخورن. و نکته دوم این بازی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در بعضی جاها اینها تونستند یک منفعت‌های نقطه‌ای کوتاه مدت داشته باشن. شما وقتی بازی داری انجام میدی اونم در سطح یه حکومت همش که باخت نمیشه که. ببینید یکی از این مشکلاتی که ما داریم که افرادی که میان و صحبت میکنن در مورد مسئله جمهوری اسلامی به گونه‌ای صحبت میکنن که این همش در حال باخته. خواهی همش در حال باخته، چرا 45 سال باقی مونده؟ همش در حال باخت نیست، برد هم داره. اما برد هایی که داره این برد هایی هست که موضعی، نقطه‌ای و خیلی هم کوتاه مدته. موضعی یعنی در مورد این موضوع خاصه، برد استراتژیک نیست.
در مورد یه موضوع خاصی اینا یه بردی دارن، اونم فقط محدود به یه مدت زمان مشخصی. ولی یه باختای واقعا استراتژیکی هم دارند که چون این باختایی که رژیم ولایت مطلقه وقیح آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای باش مواجه میشه، چون اینها استراتژیک است، هزینهش به دوش ملت ایران میفته. بازی رو او انجام داده، همه خرابکاری رو او کرده، هزینهش رو ملت ایران باید بده. حالا در این مورد صحبت میکنیم. اما یه نکته‌ای که در ابتدای برنامه میخوام صحبت بکنم، مسئله همین باخت استراتژیک جمهوری اسلامی. ببینید جمهوری اسلامی دیگه خدا رو بنده نبود در طول این 3 سالی که ابراهیم قاتل رئیسی تدارکاتچی سید علی خامنه ای شده بود. چرا؟ نه برای اینکه ابراهیم قاتل بلد نبود حرف بزنه، نه برای اینکه ابراهیم قاتل ابتدایی ترین مسائل مدیریت کشوری رو نمیدونست، نه برای اینکه ابراهیم قاتل ذوب شده در ولایت بود، یعنی هر چیزی که سید علی بهش میگفت این 100% انجام میداد. از این بابت که اینها تونسته بودند با استفاده از شرایط تغییر بازی‌های جهانی از سیستم یونیپولار، یعنی تک قطبی که بعد از فروپاشی شوروی این شکل گرفته بود و بعد توسعه پیدا کرد از حالت سیاسی نظامی و رفت در موضع اقتصادی، دنیا داره یک تغییراتی درش در بازی‌های سیاسیش، بازی‌های سیاست خارجیش به وجود میاد و ما در حال گذار هستیم. گذار هنوز کامل نشده، انتهای این بازی هنوز مشخص نشده، ولی ما در حال گذار هستیم از این سیستم یونیپولار به یه سیستم مالتی پولار. خب روسیه هم آمده وارد میدان شده، سال هاست، از 2014 آغاز کرده با متصل کردن جزیره کرایمه به خاک روسیه و بعد با حمله به اوکراین. همچنین چین از سال 2010، از زمانی که این آقای شین جن پینگ مائو دوم آمد طرح‌های جاده ابریشم و طرح‌های توسعه طلبانه نظامی در منطقه آسیای جنوب شرقی، به خصوص در اقیانوس پاسیفیک و هند رو، اون شاهراه‌های کلیدی که در اقیانوس پاسیفیک و اقیانوس هند وجود داره، یک حضور نظامی بسیار گسترده‌ای از خودش نشون داد. این بازی‌ها شرکت به تغییر کرده. همه برای خودشون اینها یک دیسکورس یا همونی که ما بهش میگیم گفتمان، نه اینی که یه عده که اصلا داخل جمهوری اسلامی میخوان مخصوصا اینا خراب بکنن. ما میگیم گفتمان یعنی دیسکورس بر اساس فرهنگ لغات داریوش آشوری. برید نگاه بکنید، گفتمان دیسکورسه و اینها به قصد گفتمان رو به مفهوم دایالاگ یعنی گفتگو ازش استفاده میکنن. یه عده افراد هم هستن که
فکر میکنن اگه قلم به سلم به صحبت بکنن اینها بچه بهتری پیدا میکنه. من جدیدن دیدم یه دو اومدن ادای ایرانگرایی میخوان در بیارن، قلم به سلم هم صحبت میخوان بکنن، یه سری لغات و کلماتی که اصلا ناآشناست با زندگی روزمره شما میخواد استفاده بکنه که یعنی بگه من جزو الیتم، شماها عوامید، من الیتم، برای همین من قلم به سلم به بلدم صحبت بکنه. در که وقتی میدید تاریخچه این آدمو 2 سال میکنه میبینی این کیه، میبینی این چپ در اومد تو دار دسته چپیا و اینا بوده و الان دیگه چپ و محلی از اعراب ندارن. و اون زمانی که ما ایرانگرایی صحبت میکردیم اینا جز اون فحاشا بودن، به ما فحاشی میکردن. حالا اومده خودش میخواد صحبتهای ما رو با قلم به سلم به صحبت کردن از دهان خودش بیاره به شما بگه و خود چپیش رو پشت یه ماسک ایرانگرایی پنهان بکنه. همینجا من به شما یادآوری بکنم بخصوصا به سیاوشون ایران زمین، یکی از مهمترین طرح‌هایی که در حزب توده پیگیری میشد مسئله پرداختن به ادبیات فارسی و زبان فارسی بود. ببینید حزب توده آمد کانون نویسندگان رو، طرح ایجادش رو ریخت. کانون نویسندگان طرح 4 تا نویسنده ایران دوست نبود. اتفاقا همه اینا افرادی بودن که غیر ایران دوست بودن. اینا همه ضد فردوسی بودن. باورتون میشه یا نمیشه؟ اون افرادی که اومدن کانون نویسندگان ایران درست کردن، برید ببینید اینا چی در مورد شاهنامه و فردوسی میگه. یکی از بزرگترین طرح‌هایی که حزب توده به عهده تئوریسین‌های خودش گذاشته بود باز تعریف کردن شاهنامه بود. اینا اصلا شاهنامه خوانی داشتن، نه برای اینکه شاهنامه رو تبلیغ بکنن، برای اینکه شاهنامه رو تخریب بکنن. الان یه دو اومدن میگن ما ایرانگرا هستیم، هی صحبت از شاهنامه میکنه. من وقتی میبینم چه بخشی از شاهنامه رو داره صحبت میکنه، من میبینم این هدفش تبلیغ شاهنامه نیست، هدفش تخریب شاهزاده است. حواستون باشه دیگه. به هر صورت شما خودتون باهوش هستید، فهمیده هستید. همونجوری که میان شاهزاده میکنن، الان اصلا شما واقعا ذره‌بین باید دست بگیرید دنبال یه کسی بگردید که بگه من ضد شاهزاده‌ام، که قربونش برم همه طرفدار شاهزاده‌ان. الان من نمیدونم اونایی که به ما فحاشی میکردن اینا کی بودن؟ اینا احتمالاً یه آدمای دیگه‌ای بودن. اینا الان متحول شدن از نقشی که قبلا ایفا میکردن. همه مشروطه خواه شدن، همه طرفدار شاهنامه شدن، همه قلم به سلم فارسی میخوان صحبت بکنن. ولی در واقع اینا هدفهای ضد ایران، ضد ایرانی و ضد فرهنگ ایرانی دارن. ولی اگه بیاد به شما بگه من میخوام بیام در مورد یه موضوعی صحبت بکنم، این موضوع یه موضوع ضد فرهنگ ایرانیه، خب شما نمیشینی گوش بکنی که. میاد میگه من میخوام در مورد شاهنامه صحبت بکنم. آقای من به کارگردان برنامه قول دادم که 2 تا عکس من براشون فرستادم. اول برنامه سریع اینو استفاده میکنم که کارگردان برنامه رو من اذیت نکرده باشم، ولی بحث کشید به یه جاهایی. گاهی اوقات لازمه یه بحث، گاهی اوقات شما میبینید یه مقدار نه اینکه از موضوع اصلی کامل خارج بشه ولی متمرکز رو اون موضوع اصلی نیست، ولی بعضی وقتا این لازمه. ببینید برگردیم سر همون موضوع اصلی که برد و باخت جمهوری اسلامیه.
جمهوری اسلامی آمد و گفت که ما آمدیم قراردادهای بلند مدت استراتژیک بسیار مهمی، اول گفتم با چین رفتیم بستیم، علی لاریجانی هم فرستادن اونجا بره امضا بکنه قراردادها رو، نمیدونم کارهایی که لازم هست با شین ژنپین انجام بده. بعد گفتن ما اومدیم عین همین قرارداد رو حالا با روسا بستیم. اینجا هم رئیسی رو فرستادن، رئیسی بره و اونجا صحبت بکنه و انجام بده و کارهایی که لازم هست و اینها رو. چین جای خودش رو داره، بهش خواهم پرداخت، ولی میخوام از کارگردان برنامه خواهش بکنم اون عکس آقای رئیسی و پوتین رو به شما نشون بدن که این عکس در دسامبر ما الان ماه 6 میلادی هستیم، یعنی این عکس مال 6 ماه پیش این عکس گرفته شده. و موضوع این عکس حالا چی هست؟ خیلی جالبه موضوع این عکس، برای اینکه من از رو برای شما میخونم، متن به انگلیسی هست ولی من اینجا سعی میکنم که ترجمه همزمان بکنم. در این عکس در دسامبر گرفته شده، اواخر دسامبر قبل از سال نو، و بعد در 17 ژانویه یعنی 6 ماه پیش، کمتر از 6 ماه پیش، در رویترز این مقاله چاپ میشه: Putin and Iran's Raisi to sign new interstate treaty soon. یعنی پوتین و رئیسی از سمت ایران یک قرارداد بین دو کشور رو به زودی امضا میکنن. به 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 به. Russia Foreign Ministers، وزیر امور خارجه روسیه گفت on Wednesday، اون روز Wednesday بوده یعنی چهارشنبه، that it expected President Putin and his Iranian counterpart to soon sign a new interstate treaty between the two countries، که دو تا رئیس جمهور، پوتین و طرف مقابل ایرانیش منظورش رئیسیه، به زودی یک قرارداد بین دو دولت رو امضا بکنه. خیلی هم جالبه. ببینید نوع صحبت‌ها در گفتگوهای دیپلماتیک خیلی مهمه که شما ببینید چه کلماتی رو استفاده میکنن. از سمت ایران اینا دائم میگن قرارداد کامل استراتژیک، از سمت روسا بهش میگن interstate treaty، یعنی قراردادهای بین دو کشور یا قراردادهای دو جانبه. استیت یعنی کشور، interstate یعنی بین دول، بین دو کشور، treaty هم که یعنی قرارداد دیگه، قراردادهای بین دو کشور. ببینید سطر دوم میگه پوتین held 5 hours of talks in the Kremlin with Iranian President Ebrahim Raisi last month. پوتین 5 ساعت در کرملین با رئیس جمهور ابراهیم قاتل رئیسی در ماه گذشته صحبت کرد. 5 ساعت. خب این جزء برد اینها محسوب میشه دیگه، درسته؟ حالا میپردازیم به کجاش که شما باید خیلی دقت بکنید کجاها اینا با کلمات دارن بازی میکنن. هر وقت که شما ببینید طرف جمهوری اسلامی همینطور داره اینو سعی میکنه که بزرگتر نشون بده و بزرگ نمایی بکنه، طرف روسی هی سعی میکنه که اینو کوچیکتر نشون بده. اونایی که به زبان دیپلماتیک آشنان، بچه‌هایی که آشنای به روابط بین الملل هستن متوجه صحبت من میشن. در هیچ کجای این الان متنی که از طرف وزیر امور خارجه روسیه که همگام و هم سخن هست با اون سیاست‌های از سوی ولادیمیر پوتین، عنوان Strategic
کامپریهنسیو رو به کار نمیبره. ببینید استراتژیک، کامپریهنسیو. استراتژیک یعنی استراتژیک، کامپریهنسیو یعنی کامل، همه جانبه. این دوتا لغت در متون دیپلماتیک خیلی مفهوم هم سنگین و هم بزرگی برای خودشون داره. به جای اینکه بگه استراتژیک کامپریهنسیو تریتی، میگه اینتر-استیت تریتی، یعنی میاره سطحش رو پایین. حالا بخوام خواهش بکنم که عکس دوم رو به شما نشون بده کارگردان محترم برنامه. بعد از 5 ماه همین تیوزدی، این چه عکسیه که خبرگزاری‌های مختلف دنیا به خصوص ترکا، چون ترکا یه رقابت خاصی الان با رژیم جمهوری اسلامی دارن سر نزدیک کردن خودشون با روسا. ترکا خیلی دارن سعی میکنن که پای روسا رو بکشن تو سرمایه گذاری کردن توی ترکیه. به خصوص یک کانال در استانبول میخوان بزنن که دریای مدیترانه مستقیما بتونه وصل بشه به بنادر روسیه. چرا؟ چون نمیخوان که از این شاهراهای بین المللی بوسفور و داردانل استفاده بکنن، چون باید از قوانین بین المللی که در مورد اونها وضع شده دولت ترکیه تبعیت بکنه. بخواد یه قرارداد فقط دو جانبه بین خودش و روسا داشته باشه. حالا این خبرگزاری آناتولی چی میگه؟ میگه Russia says، یعنی روسا میگن work on strategic cooperation، کار روی قرارداد همکاری های استراتژیک with Iran on hold، با ایران متوقف شده، on hold. Russian presidential envoy، خیلی مهمه این. Russian presidential envoy for Afghanistan، یعنی نماینده ریاست جمهور روسیه به افغانستان آقای زمیر کابولوف. زمیر کابولوف یعنی این فرد زبان فارسی دری صحبت میکنه، اسمش هم روشه، داره میگه زمیر. says، آقای کابولوف میگه talks on agreement suspended. suspended یه خود بدتر از هولده. hold یعنی hold on. شما وقتی که یه نفر داره صحبت میکنه بهش میگه hold on یه لحظه واسا. اما وقتی میگید suspended یعنی وقتی شما یه خلاف بدی توی رانندگی میکنی، گواهینامت رو برای 6 ماه ساسپندش میکنن. ساسپند یعنی اینی که معلق شده با عنوان مجازات. اصلا ساسپند یک کلمه‌ایه که یه بار حقوقی روش داره. به همین دلیله که من عرض می‌کنم این واژه ها رو خیلی بهش دقت بکنید. suspended. چرا suspended؟ due to problems with Iranian partners. به دلیل مشکلات با طرف ایرانی. یه بار دیگه میخونم. Russian presidential envoy for Afghanistan, Zamir Kabulov, says talk on agreement suspended due to problems with Iranian counterparts. کی 11 اینا اعلام کردن. امروز چندمه؟ 16. 5 روز پیش. اون عکس هم که دیدید اون همون اون نماینده آقای پوتینه. چرا حالا این آقای کابولوف این حرفو میزنه؟ آقای کابولوف چه ارتباطی به قرارداد اینتراستیت روسیه با جمهوری اسلامی داره؟ این آقا که نماینده ویژه، اینوای میشه مثل نماینده ویژه امریکا در امور ایران، اینم نماینده ویژه روسیه است در امور افغانستان. ما چرا در مورد اون معاهدات جمهوری اسلامی روسیه تو صحبت میکنیم؟ یعنی اینکه رئیسش
رئیسش کیه؟ وزیر امور خارجه؟ نه، این آدم مقامش از وزیر امور خارجه در سیستم اداری بالاتر نیست، ولی ارتباطاتش با وزیر امور خارجه روسیه اگه بخواید مقایسه بکنید نسبت به پوتین همسانه. چون این آدم برای دستور گرفتن مستقیم میره پلی پوتین. این نماینده ویژه پوتینه، نه نماینده ویژه وزیر امور خارجه. یعنی پوتین بهش میگه که سریع برو یه مصاحبه بکن، بگو که ما طرف ایرانی رو مجازاتش کردیم، ساسپند میکنیم این قرارداد رو به دلیل مشکلات که از طرف پارتنر ایرانیمون هست، شریک ایرانیمون. ولی بعد نمیگیم مشکلات چیه. مشکلات بعد گفته میشه. مشکلات کشته شدن رئیسی، ابراهیم رئیسی. ببینید پوتین یک آدمی هست که یک مملکت بزرگی مثل روسیه رو داره اداره میکنه. مملکتش در حال جنگ، نه با اوکراین، با پیمان نیتو، یعنی با 20 تا کشور در حال جنگ، داره روابطش رو با چین هماهنگ میکنه. این آدم وقت اضافه داره بیاد 5 ساعت بشینه با رئیسی صحبت بکنه. یعنی شما فکر میکنید رئیسی رو برده تو کرملین 5 ساعت باش در مورد این اینترستیت باش صحبت کرده؟ اون که میدونه که، یعنی پوتین از همه بهتر میدونه که تصمیمات سیاست خارجی با سید علی خامنه ایه، نه با رئیسی. پس چرا 5 ساعت وقت باش میذاره؟ در مورد چی با رئیسی میخواد 5 ساعت صحبت بکنه؟ مگه رئیسی محلی از اعراب داره؟ مثلا رئیسی اونجا میتونه بگه آره یا میتونه بگه نه؟ ببینید اینا سوالایی که از خودتون باید بپرسید. پس در مورد چی داره باهاش صحبت میکنه؟ من خودم شخصا میتونم یه تصوراتی داشته باشم که پوتین داره در مورد نحوه همکاری ابراهیم رئیسی با سیاست‌های پوتین صحبت میکنه، نه در مورد قراردادی که قرار حکومت روسیه با حکومت ایران به صلاح دید سید علی خامنه ای امضا بکنه. و بعد ابراهیم رئیسی کشته میشه. تا همین برنامه من عنوان کردم، قبل از اینی که من و شما تو اخبار خبردار بشیم هلیکوپتر رئیسی سقوط کرده، اولین کسی که خبردار میشه کیه؟ پوتین. قبل از همه پوتین خبردار شده. اولین کسی که یه جلسه مخصوص برگزار میکنه کیه؟ پوتین. من ساعت برگزار شدن جلسه‌ای که در حضور سید علی انجام شده که جلسه شورای امنیت ملی بوده، بعد گفتن نه شورای امنیت ملی نبوده. بهانه‌شون هم اینه ما همه اعضا اونجا نبودن. آخه همه اونجا بیکارن که، اون آدمای اصلی اونجا بوده. ما بقیه اونو کاری نیستن که اونجا سیای لشکرن. جلسه دیگه ایران پوتین برگزار میکنه. ساعتها رو من نگاه کردم، جلسه شورای امنیت روسیه زودتر از جلسه شورای امنیت ایران انجام شده. یعنی روسا یه جلسه شورای امنیت داشتن قبل از این جلسه شورای امنیتی که سید علی خامنه ای برگزار بکنه بر خودش تو بیت رهبریش. این نشون دهنده اهمیت این موضوع برای پوتین. پوتین مدودوف صدا میکنه، وزیر دفاع جدید صدا میکنه، وزیر دفاع قدیم که حالا دبیر شورای امنیت روسیه شده احضار میکنه، سخنگوی کاخ کرملین رو احضار میکنه و خودش، و سفیر جمهوری اسلامی رو احضار میکنه، میگه بیا اینجا بشین. احضار میکنه برای چی؟ مگه اصلا کاره احضارش میکنه بیا اینجا بشین، گوشی تلفن رو بردار صحبت بکن، صحبت‌های ما رو بفرست بره. و دستور میده یه تیم کامل مجهز
سرچ اند رسکیو، جستجو و امداد، با یه هواپیمای توپولوف ارسال بشه، یه هواپیمای توپولوف دیگه پشتش یه هلیکوپتر با دید در شب و نمیدونم حرارتیاب مخصوص که اگه اونجا یه آدمایی زنده موندن اینا رو بتونه شناسایی بکنه تو تاریکی و با ماشینای مخصوص برای این تیمش که جلوتر فرستاده بود میفرسته برای اینکه برن رئیسی رو پیدا بکنن. یکی از دلایلی که به من گفتن از ایران افراد معتبر که برخلاف معقول اجازه دادن، نه اینکه اجازه دادن، اصلا رفتن درخواست کردن از ترکا یه دونه پهپاد بفرستید بیاد اینجا، در حالی که این ترکا عضو پیمان نیتو هن. اون پهپادم داره میاد، از تمام مسیری داره میگذره که اینا پایگاه‌های ضد دفاعیشون نصبه. خواستن ترکا بیان و اونجا یه گشتی بزنن، رئیسی رو پیدا بکنن. برای این بوده که متوجه شدن روسا دارن میان، خواستن زرنگی بکنن قبل اینکه روسا بیان وارد اون موضوع بشن، که وقتی وارد موضوع بشن دیگه نمیتونی پای روسا رو موضوع قطع بکنی. روسا تا آخر خط میرن که چگونه این بالگرد رئیسی سقوط کرده. همونجا اون تیمی که اونجا با روسا داره میاد توش مامورای مخصوص اداره آگاهی روسی هم هست که همونجا نمونه برداری بکنه از محل انفجار، از اجساد، همونجا شناسایی بکنه انفجاری صورت گرفته یا نگرفته، به چه ترتیب این سقوط به وجود آمده. برای اینکه اصلا پای روسا به اونجا نرسه ترکا رو آوردن اونجا، چرخوندن، بعد گفتن اصلا ما خودمون قبل ترکا پیدا کردیم، ترکا اشتباه به ما چیز دادن. پس یعنی شما اصلا میدونستید هلیکوپتر کجاست؟ روسا گفتن ما شما نمیدونید کجاست، خب ما الان یه تیم میفرستیم میریم برات پیدا میکنیم. روسا اومدن الان مش دست ما رو باز میکنن. سریع یه دونه به ترکا بگو که یه پهپاد بفرستن. ترکا پهپاد میفرستن، برای خودش چرخ میزنه و میره و اینا، برخلاف معقول. یعنی خود سپاهیا مونده بودن که برای چی شما هم چی کاری کردید؟ چرا سپاه نخواستید؟ چرا نیرو هوایی نخواستید؟ ما این همه F4 تجسسی داریم. وقتی به ترکا گفتی بیاد، پای یک دولت دیگر رو وسط کشیدی. و اینا رو همه رو خوبه در موردش فکر بکنید. این یک باخت بزرگی برای رژیم جمهوری اسلامی. در برابر چی من اینو الان گفتم باختش؟ من دارم اینو به شما میگم که شما بدونید چی جریانات عظیم پشت پرده داره صورت میگیره. نیم ساعت صحبت کردیم که حالا بگم چه چیزایی الان روی پرده دارن جلوی چشم شما نشون میدن. یه عده اومدن، اول خبر رو میگه، تیتر بزرگ اون بالا، حمید نوری آزاد شد، 4 کلمه. حمید نوری آزاد شد، 4 کلمه. یه عده آمدن برای اینکه خودشونو مطرح بکنن، یه کاری رو که یه کار حقوقی بود آغاز شده بود رو آمدن درش دخالت‌های نامربوط کردن. یه شبکه‌های خبری خارجی، دقیقاً اسم میبرم، BBC، ایران نشناس، دویچه وله، اومدن و این آدما رو برجسته‌شون هم کردن. این آوردن نشون دادن، با اینا مصاحبه کردن، اینا برجسته بشن. کارا رو یکی دیگه انجام داده، یه دولت دیگه ای داره رسیدگی رو انجام میده. اینا اون وسط میخوان برای خودشون اعتبار کسب بکنن. همونجا
همون زمان اونایی که به این مسائل آشناهن، چندین 10 ساله که کارشون اینه، به محض اینی که دیدن اینا دارن این کارا رو انجام میدن گفتن این آخر عاقبت خوبی ازش دیده نمیشه. دویچه وله که کارش الان مالکشی شده برای صادراتی‌های جمهوری اسلامی، یعنی یه آدم معلوم الحال مثل علی کوچولو میاد با وقاحت که فقط همانند هست با رهبرش ولی وقیح، به یه آدمی که از کف خیابون دل مردم اومده بالا، نه از کف دفتر تحکیم وحدت و همکاری کردن پشت پرده با تاج زاده و کنترل کردن تحرکات دانشجویی در دانشگاه در سالهای 78 و شروع بکنه به اون توهین کردن، فحاشی کردن، و اونم با چه شیوه‌ای؟ پاسیو اگریسیو. یعنی چی؟ یعنی خودشو به ننه مرده بازی بزنه، هشتر و بشتر میکنه خودشو، ولی در این حال خودشو به ننه مرده بازی میزنه، علیه فحاشی میکنه. به من فحاشی شد، به من فحاشی میکنه، به من فحاشی شد. یه آدم معلوم الحالی مثل علی کوچولو اصلا ژن این آدم از تو اصلاح طلبها اومده بیرون، تو اصلاح طلبها رفته زن گرفته، مادر زنش اصلاح طلبه، همه خانوادگی با هم اصلا توسط اصلاح طلبها صادر شدن اومدن امریکا، هنوز نون اصلاح طلبی داره میخوره. میاد توهین میکنه به آقای علی کریمی. همه این آدمو پاسخشو میده. کی میاد مال دست میگیره که برای این دوباره یه چهره دوباره تجدید بکنه؟ دویچه وله. یه هفته بعد از این که این آدم وقیح علی کوچولو فحاشی میکنه به آقای علی کریمی و بازخورد فحاشیشو با پشت دهنی از ملت میخوره، دویچه وله نقش مالکش را میکنه. سری میاد ازش مقاله بنویس برای انتخابات، ما میاریم اینجا میزنیم صفحه اول، اون بالا اسم تو رو میذاریم. این یعنی چی؟ این یعنی برد موضعی جمهوری اسلامی. علی کوچولو از تو جمهوری اسلامیه. علی کوچولو دهنش که باز میشه یعنی که تاجزاده داره حرف میزنه. برد جمهوری اسلامی. حمید نوری آزاد شد. یعنی چی؟ یعنی تمام این 4 سال گذشته این آدم ها رو هی این دویچه وله برداشت آورد اونجا که هی اینا رو بادشون کرد، اینا رو بیاره بکنه لیدر، اینا بشن لیدر چی؟ حقوق بشر. چرا؟ این زندان بوده. عجب. یعنی هر کی رفت زندان اومد بیرونی میشه لیدر حقوق بشر؟ نه، اونایی که ما میگیم دیگه، مثل آقای مراد ویسی در ایران نشناس. و آقا این همه افراد دارن صحبت میکنن. همون 3 هفته اول قیام مهسا چطور شما همه رو سانسور میکنی؟ فقط یه نفر رو شما هی میاری اونجا، یک نفر شما این آقا رو میاری اونجا هی اینو معرفی میکنی. صداش هست، خودش علنا برگشت گفت، توی دونه این کلاب هاوس رو برگشت گفت من
مشخص میکنن چه حرفی مهمه و چه حرفی خبره. یعنی من سانسورچی کلم، من میگم کی خبر بشه کی خبر نشه. یه آدم ناشناس گمنام چپی زیر یه علامت سوال بزرگ و آوردنش کردن سر لیدر. آخر عاقبت هم نداره اینا. ببینید هر کس باید یه قابلیتی هم داشته باشه تو اون جایی که میخوان اینو ببرن بذارن. نداشت، خراب کرد خودشون. الان این آدم که اومد با این همین دوری کردن و من نمیدونم آخه اینا چقدر وقیح هم هستن. همه جا هم که اینا اومدن گفتن که این اصلا اگر آزاد بشه این اگه قبل از 30 سال آزاد بشه نمیدونم ما اسممون رو عوض میکنیم و من دیگه میرم تو خونه میشینم و دیگه حرف نمیزنم و اینا. آقا اصلا 24 میرم تو خونه میشینم هیچی. 24 ساعت نشستن. 4 ساعت قبل از 4 ساعت بعد از یه خبر 4 کلمه ای دویچه وله سری دوباره برای اینم ماله کشی بکنه. سری با همین آدمه رو که تو الان نمی آورد میگفت این قهرمان خوشبختی دوباره اومده باش مصاحبه میکنه با همون که تا دیروز میگم من میرم خونه دیگه حرف نمیزنم، زیپ دهنمو میکشم. اگر حمید نوری آزاد شد حمید نوری این زیپ دهنشو کشید. اگه این همه تا حالا این حرفای پرت و پلا گفته تا حالا زیپ دهنشو کشیده. یعنی وقیح تر از آخوندا مشاهدان، مخصوصا تواباش، مدل توابش وقیح تر از اینا شما پیدا نمی کنی. پررو، وقیح، فرصت طلب. اینم میشه برده جمهوری اسلامی. حالا اینا واقعا برده؟ نه. اینا موضعیه، در مورد یه موضوع خاصی یه زمان کوتاهی هم داره. اصلا حمید نوری چی بود که اینقدر اصلا بهش اهمیت بدید؟ اصلا این چه طرحی بود که اینقدر حمید نوری رو با اصلا چند نفر در ایران اسم این مردک رو شنیده بودن قبل از این طرحی که اینا اومدن ایجاد کردن؟ اینهو انگار اینا مثلا ابراهیم رئیسی رو رفتن دستگیر کردن، شارودی رو رفتن دستگیر کردن. یه آدم درجه چندم دیگه، بالا این حرفایی که خودشون میزنن و من نمیگم در اینجا، شایسته برنامه نیست. یه آدم درجه چندم رو رفتن آوردن و بعد چنان اینو زیر نورافکن گذاشتن. همون موقع همین مسئله بودار بود. این مسئله که اینا زیر نورافکن گذاشتن، این آدمو اینجوری بزرگش کردن، بعد رفتن یه آدمایی رو آوردن، اون اصلا گروهی که این آدمو برنامه دستگیریشو اصلا فراهم کرده بود و اونو گذاشتن تو سانسور، یکی رو آوردن که خودشون بتونن حرفو بزنن دیگه. الان برای مسمالی کردن بلافاصله دوباره رفتن ازش یه دونه مصاحبه دیگه گذاشتن. بابا پتو زیپ دهنتو که نکشیدی که. اینا بردای کوتاه مدته. مسئله مهم باختای استراتژیک جمهوری اسلامیه. نکته بعدی در مورد گذر از بازی انتصابات. به شما گفتم که به شما عرض کردم که اپوزیسیون واقعی، نه جعلی، نه مجاهد، نه تواب، نه موسوی چی، همه اینا رو مشروط خواه شدن، نه صادراتی. توضیح دادم برای شما که وارد این بازی نشید. یه دونه
جریان بیشتر در این بازی وجود نداره. جریان جمهوری اسلامی. شما یا با جمهوری اسلامی هستی یا بر علیه جمهوری اسلامی هستی. چنان این نفوذ کرده این کلمه، این دیسکورس، این گفتمان گذر از بازی انتصابات که جمهوری اسلامی خط قرمزش رو رد کرده، اومده خودش میخواد نقش اپوزیسیون خودش رو بازی بکنه. حرفایی که اپوزیسیون واقعی میزده ببینید الان دهن کی میخواد بزنه. من اینو مجبورم خودم نشون بدم که مشکل یوتیوبی پیدا نکنه این کانال. چون وقتی من نشون بدم مشکل یوتیوبی نداره، اما اگر به صورت کامل رو صفحه بیارن نشون بدم مشکل یوتیوب پیدا میکنه. صداش هم من بالا میبرم، سعی میکنم نزدیک میکروفونی که رو کتم هم هست نگه دارم. این نابود شد. چندین نستبا شدن. آقا در این سیاست آقا پزشکیان بیاد، هر کی میخواد بیاد اون بالا و این آقایون اصلاح طلب. آقا اصلا من سوالم اینه چه فایده ای داره این کارهایی که شما دارین میکنید؟ مسئله من حالا یوتیوب با ما همراهی نمیکنه، خیلی اهمیت داره، اما از این جهت جالب یوتیوب با ما همراهی نمیکنه. یوتیوب با ما همراهی نمیکنه. زندگی ما نابود شد. زندگی شما رو خودتون نابود کرد. چندین نستبا شدن. آقا در این سیاست آقا پزشکیان بیاد، هر کی میخواد بیاد اون بالا و این آقایون اصلاح طلب. آقا اصلا من سوالم اینه چه فایده ای داره این کارهایی که شما دارین میکنید؟ مسئله من این نیست که یه نفر کشتن فقط، این خیلی اهمیت داره، اما از این جهت اهمیت داره که این یک نفر به 2 نفر تبدیل نشه. این کنش بی هزینه است، یه سود احتمالی داره، در حالی که عدم مشارکت به ما یک چشمانداز روشنی رو نشون نمیده. شما چه رأی بدین چه رأی ندین هیچ اتفاقی در سیستم نخواهد افتاد. در کاری که میکنین فشار بر جامعه رو خالی میکنین، سیستم یه خوشخیالی و یه خوشبینی غلط دیگه در واقع درش دوباره تزریق میشه که ببینین اینا به هر حال دارن منو همراهی میکنن. به اصلاح طلبان میگه از این بعد دیگه بستونه دیگه. حالا شما باید سیاست‌های منو تایید کنین. مهم این نیست که اصلاح طلب رأی بیاره، مهم اینه که اصلاح طلب خودش اپوزیسیون خودش رو داره بازی میکنه. شد اپوزیسیون خودش. حالا اون قسمتی که میگه در اینجا فقط یه جریانه خیلی مهمه. این قسمت رو اگه بتونم اون قسمت رو الان بیارم، به منم گفت فقط 2 دقیقه وقت دارید. گفتگوی فایل صوتی برجام دور اول گفتگو قالیباف رئیس مجلس، قالیباف اومد 3 جریان زاکانی گوش میفرستن در خونتون. دقیقه 16:30 دقیقه 16:30 بسیار خوب. سلام از آدمای خود جمهوری اسلامی. دقیقه 16:30 بیارمش برسونمش به 16:30 بسیار خوب. هرچی بزرگتر وعده بده شانس بیشتری برای رأی‌آوری داره. من فکر میکنم مردم ایران باید امروز به رئیس جمهوری رأی بدن که بتونه این وضعیت رو کنترل کنه، با نهادهای مختلف و جریان‌های قدرت بتونه کار کنه، مدیریتشون کنه و سیاست‌های نه شرقی نه غربی، هم شرقی هم غربی ما رو جلو ببره. این مسئله مهمیه در هماهنگی با نظام که فکر کنم آقای پزشکیان و هم بقیه کاندیدان یه مورد رو حداقل در نشون میدن، آقای قالیباف، آقای جلیلی، اینا در هماهنگی با نظام و تبعیت از اینا میان مثلا ماسمالی بکنه، میزنن خراب میکنن. میگه سیاست خارجی نه شرقی نه غربیه، ما و هم شرقی هم غربی، یا نه شرقی نه غربیه یا هم شرقی هم غربی دیگه. هر دوانی که نمیشه که. حالا وقت نیست، ولی ویدیوی دیگه‌شو نشون میدادم که به من گفتن وقت تمامه. ویدیوی دیگه‌اش حالا در برنامه لایف این هست، برید برنامه لایف نگاه بکنید. من همین برنامه لایف جمعه کاملا در مورد این آدمه که در اونجا خیلی واضح و روشنی دادم، همه چیز رو لو میده. ببینید میگه که آقای رائفی پور تو فحاشی آوردی. من 13 سال رائفی پور دنبال میکنم. اون صحبت رائفی پور در مورد قالیباف رو گوش کردم، هیچ چیز فحاشی نبود. میگه رائفی پور تو فحاشی آوردی، تو پکیج امام زمانی آوردی، میخوای بیاری در
یه بازی سیاسی استفاده بکنی، برای بازی سیاسی باید پکیج سیاسی بیاری، پکیج امام زمانی نمیتونی بیاری. یعنی باز یه حرف ضد و نقیض عین همینجاش. یعنی تمام صحبت‌های جمهوری اسلامی، تمام حرفای خامنه‌ای و خمینی رو فاتحه‌اش خون. یعنی سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست، فاتحه‌اش رو میخونه. میگه نه ما سیاستمون جداست، دیانتمون هم جداست. پکیج امام زمان که دین ماست نمیتونی بیاری تو بازی سیاسی استفاده بکنی. پس جوانان ایران، فرزندان نازنین، ببینید بازی‌ها چگونه داره صورت میگیره، هم تو خارج کشور هم تو داخل کشور، همه برای فریب دادن شما. ولی این را هیچ از یاد نبرید شما عزیزان. نور بر ظلمت همواره پیروز خواهد شد. تا برنامه هفته آینده پالیتیکس، همه شما عزیزان رو به عزیزان پاک ایران می‌سپارم. بدرود.